بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما شما مماسحه یا حالت مماسحه یک دایره در اینمی شکل شما صحیح بکنی. گفته که شما اینمی شکل را صحیح بکنی. اگر اینمی جا آفتاب باشه و یا نور باشه از اینمی طرف و درمیانشان توب بیاید، اینمی سایهشان در کدام حالت در اینمی شکل کروی که دیگه هستند و اینمی تو چطور سایهشان ما شما تحلیل میکنیم به نظر ما شما میاد. اگر اینمی ما شما یک روشنی را بندازیم طرف اینمی جا در اینمی حالت چی جور میشه؟ یا سایه اینمی توب که در اینمی حالت چی جور میکنه؟ یک مستقیم خط از اینمی جا خود اگر روشنی است. بعد از اینمی جا یک مستقیم خط سر اینمی جا میاد و اینمی جا هم یک مستقیم خط از اینمی جا شروع میشه تا اینمی جا مستقیم خط میاد. اینمی مستقیم خطا کرد در اینمی دایره چی هست؟ مماس هست. چی شده؟ مماس شده. اینمی فعالیت را شما انجام بدین. یک نقطه که بیرون از دایره ما شما ترسیم میکنیم و از اینمی نقطه ما شما دو مستقیم خط را در یک دایره ترسیم میکنیم که دو تا مستقیم خط باشه و نمو را ترسیم میکنیم و مماس باشه در یک نقطه. پس از او نموجه ما شما از مرکز انتخاب نقطه که بیرون انتخاب شده و نموجه ما شما و نمو را یک مستقیم خط را ترسیم میکنیم. خب و نمو شکل که به دست ما شما این فعالیت شما اجرا بکنیم. یعنی میگه که مثلا دو مثلث ها برای ما شما به دست به یعنی که یک دیگر چی حالت داره؟ آیا یعنی یک دیگر مشابه هستن یعنی نمی مماسا که در اینمی دایره رسم شده آیا اینمی که یک دیگر مساوی هستن یعنی من طرف قضیه گفته که اگر در یک دایره ما شما از بیرون از نقطه بیرون دو مماسحه ما شما رسم کرده می‌دانید. از یک نقطه بیرون ما شما دو مستقیم خط یا دو مماسحه را ما شما در یک دایره مماس کرده می‌دانید یا رسم کرده می‌دانید. از دو کده زیاد نمیشه. دو مماسحه کده زیاد نمیشه. اینمی جا او آر مستقیم خط و او کیو مستقیم خط اینمی که یک دیگر مساوی هستند. در کدام در این دو تا مثلث ها که دو مثلث ما شما داریم به نام چی هست؟ پی او آر و پی او کیو. پی او آر و پی او کیو مثلث ها ما شما داریم. در این دو تا مثلث ها او آر شعاع فاصله و او کیو فاصله که یک دیگر مساوی چیه مساوی است که اینمی دو تا شعاع دایره هستند. پی او مساوی است که پی او چی را که یک خط مشترک است در اینمی دو تا مثلث ها مشترک است. دوم حالت مساوی شد. آر زاویه مساوی است که کیو زاویه چی را مساوی است؟ چرا که اینمی زاویه و اینمی زاویه قائمه هستند یعنی 90 درجه هستند. پس اینمی زاویه هم مساوی شد. اینمی شعاع هم مساوی شد دو تا خط و اینمی خط مساوی شد. اینمی سه حالت که ما شما در یک مثلث به دست بیاریم. پس اینمی پی او آر مثلث مساوی و مشابه هستند که چی؟ پی او کیو مثلث. پی او کیو مثلث اینمی دو تا مثلث ها که یک دیگر مشابه و انطباق پذیر هم میباشند. اینمی طور پس ما شما گفته میتونید که پی آر فاصله یا پی آر مماس مساوی است که چی؟ پی کیو مماس مساوی میباشه که اینمی برای ما شما گفته که اینمی دو تا خطا که یک دیگر مساوی هستند یعنی و اینمی دو تا مثلث ها که یک چی رابطه داره؟ دو تا مثلث ها که یک دیگر مساوی و انطباق پذیر است یا مشابه هستند و اینمی طور اینمی دو تا مماس هم که یک دیگر مساوی است. اینمی بود اینمی که از نقطه بیرون ما شما در یک دایره دو مماسحه را رسم کردن میتونیم. از دو کده زیاد نمیشه. یک و بی از دو میشه از دو کده زیاد نمیشه. اینمی نمیشه. خب من طرف یک قضیه دیگر خب اینمی
جا در اینمی قضیه برای ما شما گفته که اگر ما شما از یک نقطه بیرونی ما شما دو تا خطها یا مستقیم خطا رسم بکنیم که یک مماس باشه و یک قاطع باشه در اینمی دایره، پس ما شما ثبوت بکنی که اینمی طاقت یک نقطه مساوی باشه که چی در اینمی مماس خط که مربع بکنیم یا مربعی اینمو مماس خط که اینمو مساوی باشه. اینمی طاقت نقطه که بیرون از دایره واقع است و اینمو مساوی شما که چی مربع شدن یک اینمی مماس خط. اینمی شکل ما شما داریم که نقطه بیرون از دایره است. یک مستقیم خط مماس است که دایره، دوم مستقیم خط مثلا اینمی دایره را کتا کتا دو نقطه که A B است. اینمی جا کتا کتا. پس ما شما اینمی جا دو تا مثلث داریم. PTA مثلث، PTA مثلث، اینمی مثلث. اینمی مثلث ما شما داریم. دوم مثلث PTB مثلث، PTB مثلث، اینمی کلان مثلث ما شما داریم. از اینمی دو تا مثلث ما شما نوشته کردیم داریم که PTA زاویه، PTA زاویه، اینمی زاویه گفته. اینمی مساوی است که چی؟ PBT، PBT زاویه. اینمی زاویه مساوی است که اینمی زاویه. چرا که اینمی دو تا محیط زاویه هستند. اینمی هم محیط زاویه است و اینمی هم محیط زاویه است. اینمی چی است؟ در مقابل یک قوس عین قوس واقع است. اینمی زاویه هم در مقابل این قوس است و اینمی زاویه هم در مقابل این قوس است. مقابل عین قوس است. پی زاویه مساوی است که پی زاویه. چرا که مشترک است در این دو تا مثلث. اینمی خرد مثلث و اینمی کلان مثلث. در اینمی جا مشترک است. پس از رابطه اول و رابطه دوم ما شما نوشته کردیم که PTB زاویه، PTB زاویه، PTB زاویه، اینمی زاویه، PTB، اینمی زاویه مساوی است که چی؟ PAT زاویه، PAT زاویه، اینمی زاویه مساوی است که اینمی زاویه مساوی است. خب از اینمی حالات به وجود اینمی حالات ما شما نوشته کردیم که PTB مثلث، PTB مثلث اینمی کلان مثلث مشابه است، مساوی نیست، مشابه است که چی؟ PTA مثلث، PTA مثلث در اینمی مثلث چی که اینمی خود مثلث است و اینمی کلان مثلث مساوی نیست اما مشابه هست. خب در اینمی حالات ما شما داریم که PA تقسیم بر PT، PA تقسیم بر PT مساوی است PT تقسیم بر چی؟ PB. اینمی را ما شما به اینمی تقسیم میکنیم و PA را ما شما به اینمی تقسیم میکنیم. اینمی را که طرفین ضرب وسطین بکنیم PA ضرب PB مساوی است PT ضرب PT. دو تا یک هست. اینمی را که PT ضرب PT کنیم PT مربع میشه. خب PT مربع مساوی است که چی؟ PA ضرب PB، PA ضرب PB. اینمی ما شما در قضیه پیش در درس گذشته ما شما خوانده بودیم که اینمی مساوی است که چی؟ D مربع منفی R مربع مساوی میشه. نقطه بیرون است. اینمی مساوی است به چی؟ D مربع منفی R مربع. پس ما شما نوشته کردیم که PT مساوی است که چی؟ PT زبر. PT مساوی است که PT زبر. خب میایم طرف یک مثال ما شما یک مثال ما شما حل میکنیم. خب اینمی ما شما اینمی مثال داریم. در اینمی مثال برای ما شما گفته که شما فاصله PT و فاصله PT زبر را به دست بیاورید که اینمی فاصله شان چند است. در اینمی مثال برای ما شما داده که اینمی فاصله
پی ای مساوی به 4 سانتی متر و فاصله پی او مساوی به 10 سانتی متر. بخشید از پی بی مساوی به 10 سانتی متر. خب اینمی رو ما شما اینمی تحلیل و حل میکنیم. 4 سانتی متر و 10 سانتی متر. خب پی تی مربع مساوی است پی ای ضرب پی بی. خب پی تی مربع مساوی باشه کدی چی؟ 4 قیمت 4 وضع میکنیم. پی ای ضرب پی ای چند است؟ 4 واحد است. ضرب پی بی چند است؟ 10 سانتی متر است. در کدی 4 ضرب میکنیم چند میشه؟ 40 میشه. پی تی پس پی تی مساوی باشه کدی یعنی فاصله مساوی باشه کدی یعنی جای 40 ما شما تنها پی تی را یاد کار داریم. پی تی مربع نی یعنی از دو طرف شه مربع جذر میگیریم. پی تی مساوی باشه 40 زیر جذر یا اگر نمی رای تو کنیم که 4 ضرب دارا زیر جذر بکنیم. زیر جذر مربع 4 چند است؟ 2 است و دا زیر جذر میمانه. پس انمی پی تی به دست آمد پی تی مساوی به 2 ضرب 10 سانتی متر. یعنی دارا اگر جذر مربع بکشیم تقریبا 3.1 یا 3.2 اونمو به دست میاد. 3.2 یا 3.1 را 2 ضرب میکنیم اونمو حاصلشان به دست میاد. پس ما شما گفته بودیم که پی تی انمی مماس کتی انمی مماس مساوی هستند. انمی دو تا که یک دیگر مساوی شد ما شما گفته میتونیم که انمی که چقدر قیمت داره 2 ضرب 10 زیر جذر مربع جذر و انمی هم انمی قیمت است که چند است؟ 2 ضرب 10 زیر جذر مربع. انمی حالتا ما شما به دست آوردیم که انمی دو تا مماس ها که یک دیگر هم اونم هم مساوی است. قضیه پیش ما شما گفته بودیم و انمی جای کمکی چند تا سوال آمده. انمی جای انمی شکل ها ما شما داده که در این شکل ها شما x و y را پیدا بکنید. x را گفته که x به دست بیاورید که x قیمت x چند است. انمی شما به دست بیاورید. تشکر.